من راست گپ خریده بودم، امید دارم خدا خواهد و وقتش میشد فایده میبرد. من عموما از این فکر نکردم و یگان ثمره هم انتظار نیستم، چون که این یک کاری خیر بود. مردم با امر دل سهم خود را گذاشتند به امید که راغون هر چیز زودتر بنیاد بشود. از آن که یک سهم خود را گذاشته فایده انتظار شوی، قدر کاری خیر نیست. باور داریم اگر ما را سهمیمون اگر وقتی که مثلا نشید و باور شرطه که نتوانستن ما را بیتیان مقصد فایده شه، یکی ما از روزی هستیم میبخشیمش، برای وطن ملت میبخشیم، پروا نداریم. پیشروی جامعه از ترقیات انرژتیک وابستگی دارد. جمعیت سهامی پوشیده روغن فلاگمانی انرژتیک تاجیکستان است و کار در آمد زواد و فابریکه قوای برق میگیرد، استحصالات مول می شود، مول که شد عبارات تورآبارات می شود، پول وارد می شود، چون که استحصال مول بزرگ خرید فروشید. این زیاد شدن محصولات استحصالی تاجیکستان، از زیاد شدن محصولات استحصالی نیک احوالی خلق زیاد می شود. برای من فکر میکنم که من سهمیه خریدگیم دارم، چیز کردم و فقط دیویدند شاول گرفتگی نیستیم. امید هست که کار که درآمد دیویدندم یک باره یگان باغ گل نشکفته است، مهنت کردن در کار که همون درخت میوه تیاد بعد میوهش گرفته خوردن در کار. ما ای دولت خودمون باوری دارم که کارش همین سهمیه‌ای که خلق спордага оянда бармегардонад. Я не верю, но я не могу обосновать это. Просто чутьем чувствую, что я не получу эти деньги. این قدر سال گذشته کجا؟ 10 سال شده، 10 سال شد. یعنی شما باور ندارید؟ ندارم. برای چی؟ خیلی نشید یگان وای نشید. خبردار نکردن که مثال شما دا برمیگردونیم خیلی. اگر نشود ما بخشیدیم برای وطن.